سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه دومی ینور است. ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فشرده موضوع برنامه خبری را پیشکش شما میکنم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رس و یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. 3 کارمند شرکت ایرس زیر طرمه ماندند. این شرکت مسئول نگاهبین شاهراه دوشنبه خوجند چناق میگوید که حادثه قبل از ظهر دوم ینور در کیلومتر 63 شاهراه دوشنبه چناق رخ داده است. همه این کارمندان از زیر طرمه بیرون آورده شدند و وضع سلامتیشان خوب گفته می شود. فعلا شاهراه دوشنبه خوجند که پایتخت را با شمال کشور می پیوندد بر اثر فرآمدن طرمه موقتا بسته شده است. عین حال حرکت همه گونه نقلیات در این مسیر منع می باشد. همکاران ما تلاش می ورزند که تا آغاز برنامه خبری امروز درباره وضعیت راه از زبان مسئولان و رانندگان و همچنین مشاهده های خودشان برای ما و شما گزارش بدهند. در شهر کابل باشد ساکنانشان از باریدن برف خرسندی میکنند، چون برف در این کشور برابر بزر است، زیرا هوای ببارش در گذشته این کشور را به خشکسالی روبرو کرده بود. مردم در شهر کابل از آن خوشبینند که برف امساله زمینهایشان را شاداب خواهد کرد. ذوقبک صالحوف، یک روزنامه‌نگار 34 ساله تاجیک، نیت دارد نامزدیش را به وکیلی مجلس نمایندگان پیشبری کند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان قرار است 1 مارس امسال برگزار شود و تا حال حزب‌ها نامزدهای خود را از حوزه‌های یک ماندتی اعلان نکردند. ذوقبک صالحوف که سالهای دراز همچون روزنامه‌نگار در تلویزیون شبکه اول جمهوری کار کرده، بارها از سوی پیروان گروه تندروی دولت اسلامی هم تهدید به مرگ شده است، گفت قصد دارد نامزدیش را از حوزه فیض‌آباد به وکیل پارلمان پیشنهاد کند. صالحوف میگوید میخواهد بعضی قالب‌های شخص شده را در جامعه شکند. ساکن ناحیه واسه سعادت خواجه و سال 2020 را با زندگی نو و خانه تعمیر شده و آراسته آغاز می کند. درباره روزگار این زن که از 2 دستش محروم است و کارهای خواجگی را با پایهایش انجام می دهد، رادیو آزادی قبلا گزارش داده بود. همین گونه بعدی مطلبی رادیو آزادی دادستانی به تحقیق شکایت ساکن شهر کولاب پرداخته است. مریم بی نظریه و شکایت کرده بود مقامات امتیازهای اردنی شرف پسرش را که از سوی پرزیدنت تاجیکستان تقدیم شده است نادیده میگیرند. او همچنین ادعا داشت که که 20 سال قبل باز از یک نهاد به نهاد دیگر سرگردان بود، اما کسی به دادش نمی رسد. ظاهرا هفته گذشته او طریق رادیو آزادی شکایت کرده بود و این شکایت او به گوش مقامات رسید که عین حال به سراغش آمدند. در تاجیکستان هزارها زنی آلوده به ویچ زندگی میکنند و یک پژوهش نشان داده است که بسیاری از آنها از تبعیض و زورآوری در عائله و جامعه رنج میکشند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند برای مانع شدن به تبعیض بیماران ویچ سپید و جلوگیری از گسترش این بیماری در کشور برنامه‌های زیادی را اجرا میکنند که یکی از آنها برنامه ملی جلوگیری از بیماری سپید برای سالهای 2017-2020 است. با وجود چاره‌بینی‌های زیاد و اجرای برنامه‌ها، سرعت گسترش بیماری سست نشده است، آنگونه که تحقیق هم نشان داده است به گرفتاران در عائله و جامعه مثل کسی رفتار میکنند که به خانه بدبختی آورده است. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراهی کنید.